ما اومدیم امروز راجع به سفر اروپا صحبت کنیم باهاتون. تجربه که داشتیم و چیکار کردیم و چیکار نکردیم و $1300 هزینه کردیم برای 15 روز، چند 15 14 روز، برای 4 تا کشور. 5 تا کشور. اونم داری حساب میکنی؟ آره رفتیم گفتیم که میخوایم ویزا بگیریم، بلیتمون از ایران به کدوم شهر از فرانسه باشه و برگشتش از کجا باشه. در عین نوآوری چیزی که فهمیدیم اینه که با یه سری بالا پایین کردن یه سری چیزا و رو انداختن به یه سری از افراد میتونیم فقط تو خود فرانسه نچرخ و بیایم چند تا کشور نگاه بکنیم. حالا ما هم بلیطای چیز رو گرفتیم، بلیطای پروازا و مقصدا و شهرها رو گرفتیم، بریم سراغ هتل. هتل رو بعد نگاه می‌کردیم که خیلی دور نباشه، چون بعضی موقع زمانی که شما یه آفر خیلی خوب میگیرین هتل معمولا بیرون شهره. اگه بیرون شهر باشه یا حاشیه شهر باشه حمل و نقل خیلی سخت میشه و شما برای اینکه بخواید از هتل بیاین داخل شهر یا برین جایی که می‌خواید ببینید رو بقیه پول ما رو داد دیگه با این شد حال اولین نداد خاطره ما از پاریس. و به کثافت کشیده شد شهر. گفتیم بلش کن، پاش بریم خونه. پاشو بریم خونه و دیگه از همونجا کثافت کاری شروع شد. اومدیم خونه، حال من شروع شد بد شدن. شروع کردیم سرماخوردگی ویتامین داشت سی هوا. خوردن، پرتقال خوردن که همینجا جلوشو بگیرم، مثل مرد نطفه خفش تو کنه. نطفه خفش بکنم. تازه شروع مازیار شده. مریض شد، یعنی بعداً متوجه شدیم که یه کرونا خفیف گرفته بود توی همون سفر. خون. حالا این همه یعنی اینجوری بود که روز برنامه‌ریزی و اول این اینا. کرونومتر رو زد و روز آخر تو ترکیه این کرونومتر رو قطع کرد. آره دقیقاً. لامصب تو فقط می‌خواست 15 روز می‌خواست حال منو بگیره. و حالا تو طول مسیر بهتون میگم که این به کجاها رو کشیدیم مریضیه و چه کرد با من. دیگه ما گشتیم پاریس رو با همون حالی که داشتش مازیار و اینا، خیلی هم خدایی خودشو حاج خانم تو کنترل شانزلیزه. آره. لوور رفتیم و بعد به قول این دوستمون لوبر یه دونه تاق بستان داشتن سر شانزلیزه، اونو رفتیم، اسمش سخت بود، نمیدونم آرکله توکدقو رفتیم و گالری لافایت خیلی من دوستش داشتم. کنار گالری هم چیز بود، استارباکس بود، یه استارباکس خیلی جذاب بود. یادته؟ ساختمون گندگی مظهر هنر اونجا رو ندیده. سالن اپرا رو نه، استارباکس آخه توش خیلی خوشگل بود. واقعا کم از سالن اپرا نداشت، حقش میدم. بعد و سالن اپرا و اینا رو دیدیم و ما راهی شدیم بریم کشور سفر بعدی و خودش هم خوش گذشت تو فرانسه. دمت هم گرم، مرسی. دیگه شروع کردیم با مترو رفتیم سمت ایستگاهی که باید میرفتیم، یعنی در واقع همون پایانه چی میگن مثلا حالات پایین شرق تهران. آرژانتین. پایین شرق تهران. رفتیم اونجا و که سوار اتوبوس بشیم. طبق معمول داشتیم دیر میرسیدیم و خب دیگه اینجا یعنی مطابق برنامه ما داشتیم دیر میرفتیم. مطابق برنامه مثلا ما ساعت 10 شب بود حرکت اتوبوسه. ما 9 و 10 دقیقه یا 9 رو و خونه رو افتادیم و حدود 1 ساعت و 10 دقیقه هم راه داشتیم. حالا این اتوبوس هم که تلخ اتوبوس نه متروه، تلخ اینجوری قشنگ میره. یه ایستگاه ما بعد عوض می‌کردیم، یعنی یه خط عوض می‌کردیم، یعنی اون چمدونا رو دوباره هلک می‌بردن بالا، هلک دوباره می‌مدن، دوباره می‌بردن بالا و دوباره هلک از ایستگاه می‌بردن پایین. چون متاسفانه هیچ کدومش نه آسانسور داشت نه پله برق داشت. آسانسور معمولا ایستگاهی که مثلا بزرگه یه جای خاصیه داره اینا رو، ولی عموما نداره. خلاصه رسیدیم مثلا تقریبا 500 متر جلوتر این پایانه بود که باید میرفتیم سوار میشدیم اینا و دیر شده بود دیگه، تایم بود و آخه مشکل اصلیش این بود که این پایانه وسط یه پارک بود. ما نمیدونستیم. بعد یه خط داشتیم، یه خط تلفن بیشتر نخریده بودیم برای اینکه اقتصادی باشه سفر. یا باید اینو میدادم به سپیده میرفت یا باید این دست خودم میمون سپیده میرفت. دست سپیده میرفت. خیلی پیچیده بود و اتفاق بدتری که افتاد این وسط پارک بود، تمامش از این سنگ فرشای سنگ بود و دیگه همه میدونین که چمدون رو اینا راه رفتن خیلی داستانه. مگه میشه چمدون رو با چرخ رو اینا بکشی؟ یعنی چشتون روز بعد نبینه. من فکر کن 2 تا چمدون به دندون، 2 تا چمدون به دست دارم میدوام
ساعت مثلا 5 دقیقه به 10 و خیلی مسیره و تقریبا 20 دقیقه 15 دقیقه از اون ایستگاه تا اون پارک راه. تصمیم گرفتیم همونجا که سپیده بدوه بره اونجا دم ایستگاه اتوبوس نگه داره و من اینا رو بیارم و میانه راه سپیده میگفت نه بذار من کمکت بکنم. گفتم نه تو برو، تو خودت نجات بده، من اینجا وای میسم. سپیده دوید به سمت اتوبوس. تلفن کم دست تو بود. آره حالا دست هر کی بود در صورت فرق نمی‌کرد. یه نه تلفن بود. پاره نمیدونم اینا نه چی شدم، سرویس شدم و یه جاهایش واقعا دیگه مثلا نمیتونستم. میدویدم دو تا چمدون رو میبردم مثلا جلوتر دور میدویدم دو تا چمدون دیگه میبردم. ببین این از دور خیلی واقعا خنده‌دار بود. داشتن اونجا اتوبوس نگه داشته بودن دور ما میخندن. حالا من بگم اون نگاه کن. حالا من رسیده بودم دم حالا اون ور داستان که من داشتم اینجا میمدم و چه خبر بود دم اتوبوس و خب راننده سوئیسی بود. بعد گفتم که ببین آقا خواهش میکنم من همسرم داره میاد تو رو خدا وایسا ببینش بخند. بعد گفتش که همه اومدن سوار شدن ما باید بریم و اینا. گفتم آقا 1 دقیقه وایسا الان میرسه. بعد دیگه حالا منم نمیتونستم برگردم به مازیار کمک کنم، میترسم این بره، یعنی اعتماد نیست اجنبی آدم یه پاش بالای این پله اتوبوس یه پاش رو زمین وسط در وایساده بود. خلاصه مازیار رسید و 10 شب این اتوبوس به وقت پاریس را میافتاد و 7 صبح میرسید زوریخ سوئیس. دقیقاً 10:15 به خاطر ما راه 10-20 دقیقه شاید هم و 7:20 دقیقه رسید زوریخ. یعنی 20 دقیقه اون همه آدم ما معطلیم و اونجا واقعا 20 دقیقه است. 20 دقیقه است آره. یعنی اصلا تو حق نداری، به خاطر اینکه اصلا میانه راه هم وقتی اتوبوس وای میسه سر تایم ما وای میسه و دمش کم سپیده نگه داشت و من وقتی رسیدم اونجا خیس عرق بود توی اون هوای سرد. اصلا با چمدون زیاد سفر نکنید. و اونجا تازه می‌خواست گیر بده به چمدونی که چمدون چقدر زیاده. گفتم داداش ول بده. خیال شو ما دستشویی و نمیدونم سوخته اینا پول دادیم، این یکی رو ول کن جون مادرت بذار بریم. و گیر نداد خودش دمش گرم دیگه گذاشت. یعنی از این ترازوهای هندونه‌ای داشتن ولی بیخیال شد دیگه. رومودید بیخیال شد. این چیه که من بزنمش. رسیدیم سوئیس، رفتیم یه هتلمون رو تحویل گرفتیم. چه هتل خوبیه. چه هتل خوبی بود. آره خیلی دوست داشتنی و ساعت صبحونه‌اش خیلی جذاب بود. تو هر چقدر که می‌خواستیم میتونستی بری بیای و صبحونه بخوری و از ساعت 6 صبح تا 1 منم هی میرفتم. نه ما خدایی یه دفعه میرفتیم دیگه. اشتباه کردم. الان برای جبران دیگه. از ساعت 6 صبح تا 1 بعد از ظهر صبحونه میداد، شمپین میداد و خیلی چیزای اصلا از 6 صبح تا 10 صبح گرم، یعنی منو گرم داشت. یا 10 صبح تا 1 دیگه منو سرد بود دیگه، گرم نداشتن. فرق نمی‌کرد. آره خیلی هتل باحالی بود. دمشون گرم. و حالا همون شب ما گفتیم بریم شام، رستوران ایرانی. آقا مگه شما از ایران نیومدین؟ ملیگره نه ارق وطنی و اینا. کلا وطن دوست بازی در اومد بیرون، زد بیرون وطنه، گفتش که رستوران ایرانی بریم. بذار از هموطن نزدیک هتل هم پیدا کردیم و حالا پیاده ساپورت کنیم هموطن. و یه عالمه رستوران و ما گیر دادیم به رستوران ایرانی. رفتیم تقریبا یه نیم ساعت پیاده راه بود تا رستوران رسیدیم. رستورانش هم قشنگ بود، خیلی خوشگل بود. دیزاینش پیکان باحالی هم جلو در گذاشته بود. حالا سعی می‌کنم عکسشو پیدا کنم بذارم براتون ببینین. یه قرمه سبزی خوردیم یادمه، یه فسنجون، یه باقالی پلو با گوشت دیگه. دیگه از یورو رسیده بودیم به فرانک سوئیس و فرانک سوئیس خیلی گرونتر از یورو رفته بودیم بالاتر، خیلی گرونتر از یوروه دیگه. و هم یه تجربه لباسا و چمدونا رو همونجا گذاشتیم و ظرفا رو شستیم. آره ظرفا رو شستیم. مریضیم مگه آخه چی رستورانی. و این تجربه شد که بهتون بگیم که فهمیدیم رستوران ایرانی به صورت نرمال و تعداد زیاد از بقیه ملیت‌های دیگه گرونتره. و وقتی که حساب کردیم فهمیدیم که عملاً پول یه رستوران درجه که 5 ستاره رو داریم میدیم و خب یه مبلغ زیادی همونجا رفت و خب رفت که فدا سرمون مثل همه اونا که رفت.
و فرداش یه فستیوال توی برن برگزار میشد. تصمیم گرفتیم بریم برنو ببینیم و اینجا خب گرونترین هزینه بین شهریمون رو پرداخت کردیم و قطار رو باید قطار گرفتیم. 120 فرانک هم اینجا دادیم، رفت و برگشت البته بود بلیتش و رفتیم برن. اشتباه نکن، رفت و برگشت نبود. چرا رفت و برگشت بود؟ نه، هر مسیر 120 فرانک بود. الان داری میکن تو پاچم ها. 120 تا بود رفت و برگشت. نه بعد میرم دوباره چک میکنم. دوباره چک کن. و خب سوئیس هم جز رویاهای من بود و دوست داشتم که ببینمش. حالا زوریخو خیلی بهش نپرداختیم ولی حالا یه ذره راجعش میگیم چون نمیخوایم خیلی اپیزودم طولانی بشه. برن وحشتناک قشنگ، مرکز شهرش حالت قدیمی و تو اون حالت قدیمی کلی آدم شلوغ. آره و یه فستیوالی هم برگزار میشد که لباسای خوشگل و عجیب و غریب و اینا. فکر کنم فستیوال موزیک بود. آره. محرمشون بود. کارناوال بود و خیلی کیف داد برن بهمون. من طبیعتشو دوست داشتم، آدماشو خیلی دوست داشتم و مازیار رو دوست نداشتم. و ما دوباره برگشتیم اومدیم. نه بذار اونجاشو بگم تیکشو. یه چیزی که اونجا جالب توجه کرد برای من خیلی، وسط برن یه رودخونه رد میشه به اسم آرس هم چیزیه. توی تابستون گردشگر خیلی زیادی میان و از این رودخونه استفاده میکنن برای اینکه از برن برن شهر دیگه یا بخوان خود برن یه مسیری رو سفر بکنن. میپرن توی رودخونه و مسیر رو میرن. آب رودخونه‌اش نه اونقدر تلاطم داره که غرق بشی توش، نه خیلی کنده که حرکت نکنی. خیلی آب شفاف، تو همون فصل زمستون هم آبی، خیلی قشنگ و جالب بود. وقتی کنار رودخونه نشسته بودیم یه دختر پسر رفتن تو رودخونه. آره تو اون سرما که من 6 تا پوشیده بودم رفتن تو رودخونه لباساشون رو شنا کردن. وای مگه میشه؟ فیلمش رو گرفتم ولی فکر نکنم بتونیم که قابل پخش باشه. آره بالاخره لباساشون زشته رو سایزش. و زوریخ رو دیدیم، برگشتیم دوباره زوریخ. برنو دیدیم، برگشتیم زوریخ و یه چیزی سپید اینجا بگم واقعا هم کیفیت غذا فرق. ما اونجا مکدونالد خوردیم تو برن و خداییش مکدونالدی و به خوشمزگی اونی که اونجا خوردیم واقعا نخوردیم. بچه‌ها اسپانسر این برنامه مکدونالد. آره برگشتیم زوریخ و فردا حال من بد. آره مازیار همینجور که داشت حالش بدتر میشد و بدتر و چیزی که شروع شده بود نمیتونستم چیزی بخورم، توی دهنم زخم شده بود و درد میکرد. توی دهنش پر آفت، انگار مثلا آفت زده باشه، هیچی نمیتونی بخوری. آی حال بد. یه رستوران ایتالیایی رفتیم یادمه فردا شبش توی زوریخ که خیلی دوستش داشتیم، یادت میاد؟ شب قبلش هم رفتیم یه دونه خواستیم بریم مرغ سوخاری بخوریم. اون مرغ سوخاری معروفه چون اسپانسرمون نیست اسمش رو نمیبریم. KFC دور بود، مجبور شدیم اصلا که نداشت KFC. نداشت اصلا زوریخ KFC تحریم نداشت. ZFC داشت. آره زوریخ FC داشت که میشه ZFC. صاحبش هم یه هندی بود فکر کنم. بد نبود. حالا سپیده خیلی دوست داشتی؟ یادم نمیاد دوست داشتم. من انقدر حالم بد بود یعنی ببین نمیجوری اینو اصلا نمیتونستم بخورم. فکر کنم یه تیکه دو تیکه بیشتر نخوردم. دیدم نمیتونم بازش میکردم چون مثلا روش حالت کریسپی داره، اصلا میخورد به این سقف دهنم، روانم میرفت داغون. شب بعدش دیگه گفتیم عاشقانه بریم با هم دیگه یه رستوران و عجب رستورانی بود. آره تا اونجا غذا خوردی؟ لاده بودم. و عجب رستورانی بود. جزو بهترین رستورانی بود که تو اروپا رفته بودیم. یه رستوران ایتالیایی بود. یه پیتزای جذاب و تیرامیسو خوردیم و 2 تا دسر بیشتر نداشت. 2 تا دسر داشت بیشتر میتونست انتخاب کنی. یه تیرامیسو بود با یه دسر پسته‌ای بود یادمه. یه تیرامیسو بود با یه مثل حالت نونخامه‌ای بود، از این لوله‌ای‌ها توش خامه بود و پسته اینا ریخته بودن. ما ترجیح دادیم تیرامیسو. بعد تیرامیسو کاسه انقدر یعنی 8 آورده بود. یکی داشت یکی سرو می‌کرد. گفتم مثلا تیرامیسو فضای رستورانش هم خیلی خوشگل بود، یعنی جزوی که بهترین رستوران. عکسشو میذارم دهنم افتادن با اینکه حالم بد بود ولی هیچ وقت طعم اون پیتزا و تیرامیسو یادم نمیره. واقعا عالی بود، خیلی جذاب بود. چه رستورانی بود. ما هتل چک اوت کردیم بعد ولی تا ساعت بلیتمون ساعت 2:30 شب بود. یه چیزی بگم اینجا جان. یه چیزی که تو سوئیس دیدیم و بقیه جاها ندیدیم اینی که تو سوئیس شما سوار قطار اتوبوس بین شهری داخل شهری میشین تیکت نمیزنن، یعنی باجه نداره برای اینکه بخوای بلیت بزنی.
هیچی نیست، قشنگ بهت اطمینان میکنن. ولی چند وقت یعنی توی مسیری یهو یکی میاد بالا میشون که بلیط‌ها چک کردن و توی شهر به ما نخورد، ولی تو بین شهری داشتیم برمیگشتیم از برن به زوریخ اومدن چک کردن. خیلی برام جالب بود که به خودشون احترام میذارن، درست قانونه، ولی انقدر احترام برای هم قائلن که به هم اطمینان میکنن که تو هیچ باجه‌ای نباشه برای اینکه بلیط بزنی وارد بشی. هیچ باجه‌ای نبود، خودت سوار میشی و خیلی جالب بود. آره ما چک اوت کرده بودیم هتل، خب ساعت 2 بعد چک اوت. یه چیز دیگه هم بگم. ای بابا خب اون کشور رویایی من دوست داشتم. بفرمایید. و اینکه اونجا انقدر آب فراوونه، آبخوری‌ها آب طبیعیه، یعنی من اینا اصلا یادم نبود. یعنی شما مثلا میری پای آبخوری دکمه رو میزنی که آب بیاد، همینجور آب داره میریزه از آبخوری‌ها، آب طبیعیه که داره میره و لذیذ. آره آب واقعا گوارا. عجب کشوری بود، عجب کشوری بود. شاید میکنم برید. آره 2 نصف شب بفهم. و اینکه خلاصه ما چک اوت کردیم هتلو و 2 نصف شب بود بلیتمون. اون تایمو میتونستیم تو هتل بمونیم، حالا نه تو اتاق ولی تو انقدر هتل بزرگی بود و فضای انقدر زیادی داشت و میتونستیم چای بخوری، نمیدونم نوشیدنی بخوری، حالا رستورانش استفاده بکنیم، بخوابی. آبجو فری بود. آبجو فری داشتش، آره یادمه. و ما از هتل اومدیم بیرون ساعت 12 که سوار بشیم بریم ایستگاه. به قدری باد می اومد و هوا سرد بود که اصلا نگم براتون. سوار شدیم و رفتیم. اینجا یه مقدار معطل شدیم، مثلا اتوبوس دیر اومد یادمه و دیگه نمیاد. ما زودتر استه بودیم به خاطر اینکه آره دیگه ما آخرین اتوبوسی که میرفت سمت اون پایانه ساعت 12 شب بود، ما دیگه نمیتونستیم تا 2 وایسیم یادم. رفتیم و دیگه راه افتادیم به سمت آلمان. بله و مسیر آلمان شروع شد و اینجا تفاوت کشورها رو اینجا اولین چیزی که متوجه شدیم و دیدیم یادت شد؟ نه. وقتی وارد مرز لوکزامبورگ رد کرد، وارد خاک امریکا وارد خاک آلمان که شدیم، اتوبوس نگه داشتن. آره اتوبوس نگه داشتن. پلیس آلمان اومد بالا، مدارکو دونه دونه همه رو شروع کرد چک کردن و یادمه یه نفر رو پیاده کردن و ویزاها رو چک می‌کردن. بعد پاسپورت ما رو گرفته بودن. خب خیلی رایج نیستش که مثلا آدم ایرانی توی مثلا اتوبوس برن. پاسپورت ما رو گرفته بود. اولا که نمی‌دونست اصلا این پاسپورت کجا هست. آره بس خیلی عجیب بود. اینجوری می‌کردیم، گفتیم مال کجاست؟ گفتیم مال ایرانه. دوباره برد پایین فکر میکنم، پاسپورت رو برد پایین، چک کردن، صفحه اولش چک کردن، با زور ویزا رو چک کردن، تاریخش اینا رو چک کردن. یه 5-6 دقیقه طول کشید و آورد داد دیگه. واسه ما تحویل داد. ولی یه نفر رو برد فکر کنم شرق آسیایی بود یا هندی بود یادم نیستش. آره پلیس آلمان خیلی بردش پایین و اتوبوس رفت. خیلی اذیتمون کرد. و ما دیگه رفتیم و یادم زمانی که رسیدیم دیگه مازیار کامل مریض شد. من دیگه حالم خیلی بد بود و حالم واقعا بد بود. انقدی حالم بد بود، یعنی دهنم بوی کثافت میداد، یعنی انقدی بوی بد میداد و لجم میداد که این دوستامون توی آلمان بنده خدا، من همینجوری دوباره عذرخواهی میکنم، نشستیم تو ماشین شیشه رو دادم پایین، نمیدونستن چیه داستان و بهم گفتن آدامس میخوای؟ اینا اصلا که چیزی نخوردم، دهنش کاملا عفونت کرده بود. عفونت آره خیلی عجیبی فکر کنم. یه گند عفونت میداد دهنم. حالا میخوای انقدر بازش نکنی؟ باز نکردم که خدمت توضیح میدم. میخوام بگم چه سختی کشیدم. من اپیزود اول بود اینجا ببینید اپیزود رو، گفتم من اینجا بهتون میگم چه بلایی سر من آورده. من مگه به تقصیر من تو مریض شدی؟ آره دیگه. چرا؟ من بود مسافرت. تو اصلا دوست داشتی به مسافرت. خیلی حالم بد بود. افتضاح بودم. رفتیم آلمان گردیم. آره رفتیم آلمان و اول فرانکفورت یه استاپی داشتیم. بعدم یه ذره گشتیم. قشنگ بود. من کلا آلمانی نیستم، خیلی ایرانی مورد علاقم نیست. بعدش هم رفتیم پیش این دوستمون که خیلی هم برامون تدارک دیده بود، دستشون درد نکنه و واقعا مازیار هیچی نمیتونست بخوره، خیلی حالش بد بود. ولی خب جای خوبی تو آلمان رفتیم، قیمت‌های مقدار تو آلمان پایین‌تر بود. و جالبه که مردمی که لای مرزن تو سوئیس میرن آلمان خرید میکنن.
فرانسوی نمیدونم ولی میدونم سوئیس میرن آلمان خرید میکنن. البته الان یه مقدار به خاطر این اوضاع اوکراین میگن که آلمان هم دچار یه سری تورم و اینا شده، ولی من دقیق نمیدونم. داره اون موقع یعنی ضربه خورده متورم شده. آره نمک. بعد ولی اون موقع خب نه اینطوری نبود. خیلی مثلا یه سری شکلات و نمیدونم اینجور چیزا که ما می‌خواستیم برای سوغاتی بگیریم از آلمان گرفتیم. آره بیشتر یه سری خرید محدودم تو فرانسه بود، بیشترش تو آلمان انجام دادیم. فرانسه زیاد اصلا خرید نکردیم، فرانسه خیلی گرون بود. فرانسه گرون بود؟ آره. تو آلمان خرید کردیم. ما بیشترش رو از آلمان، یه سریش هم از آمستردام و اونجا بودیم و خوش گذشت تو آلمان بهمون، چون بیشتر با دوستامون بودیم، با اونا میرفتیم میگشتیم جایی که اونا رفتن، رستوران و حالا فضاهای توریستی که رفتن. یه شهر باحالی بود به اسم تریر، اونجا رو رفتیم گشتیم و اطراف و هومه. من یه چیز اینجا بگم بچه‌ها، شاید سوال پیش بیاد که میگن مثلا شما مثلا رفته خونه فامیلاتون یا خونه دوستاتون، خب برای همین هزینه‌تون انقدر پایین شده. نه واقعا اگرم که ما این شهرها رو هتل میرفتیم، چون ما هزینه سفر بین شهریمون رو داشتیم میدادیم و اون پول هتل واقعا عدد خیلی زیادی نبود بابت اینکه بخواد عددمون رو خیلی ببره بالا. شاید واقعا اگر می‌خواست عدد رو ببره بالا، من فکر می‌کنم زیر 1700 تا زیر 1600 زیر 1800 دلار باز جمع میشد. اینجوری نبود که مثلا عدد خیلی متفاوت بشه. ولی خب ما این آپشن داشتیم که بازم هزینه هامون رو بیاریم پایین‌تر. فخواستم که یه ذره شفاف بشه برای بچه‌ها که سوال نباشه که آره شما اینجوری رفتین که شده 1300 تا. مرسی که شفاف سازی می‌کنی. بله من کاملا شفافم. و دیگه ما راه افتادیم باز با همون اتوبوس‌ها و همون چمدونا به سمت شهر و کشور رویایی من، آمستردام. حالا چرا اینجا رو چیزی کردی؟ موشن اومدم براتون. و رفتیم آمستردام. اونجا قشنگ، خیلی قشنگ بود آمستردام. آمستردام کلا فرق میکرد با همه جا. آره اصلا آزاد و از نظر ویدو. حالا آزادشو کاری ندارم، منظورم شهر رودخونه هاست. آره. رودخونه ها با شده سوی عاطفه. اون اصلا چیز دیگه بود. پر رودخونه، پر دوچرخه. آره. یعنی شما مثلا میری بازار تهران موتور میبینی، همونو دوچرخش کن. همه با دوچرخه این ور اون ور میرفتن و خوش شانسی ما بود که دوستمون که رفته بودیم خونشون دوچرخه داشت به تعداد ما. یه دوچرخه قدیمی داشت که یه دوچرخه بعدش خریده بود که نگهش داشته بود. بعد همون که ما رسیده بودیم تقریبا 1-2 هفته قبلش هم یه دوچرخه جدید خریده بود که بازم هم نگه داشته بود دیگه. 3 دوچرخه داشت و ما با این دوچرخه کل آمستردام گشتیم. من یادمه با جوراب شلواری سوار دوچرخه شدم و ما رفتیم کلاب، بعد دوچرخه رو بردیم تو پارکینگ. یادت میاد؟ من اولین چیزی که شوکه شدم اومدیم در پارکینگ میزد رفتیم پارکینگ. خب مثلا شما وقتی وارد پارکینگ میشین انتظار دارین که اون ماشین ببینی. تو پارکی فقط دوچرخه است، یعنی فقط تو پارکشون دوچرخه بود. اصلا خیلی برام عجیب بود و همه چی مرتبط با دوچرخه، یعنی جای ابزار، لامپ، حتی مثلا آویز داشتن که مثلا وسیله، تایر اینا آویزون بکنی، فقط دوچرخه بود. و فکر کنم من با اون حال بد دوچرخه سواری میکردم. من چه انرژی داشتم برای دوچرخه تا اونم یه چیزی میزدم. جذاب بود، خیلی جذاب بود این دوچرخه گردی تو کل آمستردام. و یادت میاد یه جایی رفتیم که آمستردام بهمون نشون داد، بهش میگفته هلند. فکر کنم اسم اون لوکیشن هلند بود. آره فکر کنم هلند بود که تاریخچه هلند رو میگفت. هلند همچین چیزی بود. آره و اونجا دیگه با کشتی رفتیم. بعد جالبه که خودشون نمیگن نیدرلند، خودشون میگن هلند. هلندیا. انگلیسی‌ها بهشون میگن نیدرلند. آره انگلیسی زبان ها. با کشتی رفتیم یه تیکشو، خیلی حال میداد. سفته کلا با کشتی حال نمیکنه خیلی. نه یه ذره دریا زده میشم خیلی سریع، ولی مثلا مقصدهای کوتاهی رو میتونم انجامش بدم. یا موجدار نباشه. اینطوری نباشه، موج مکزیکی نره. اون مرکزی که درست کرده بودن برای اینکه شما برید تاریخچه هلند رو ببینین، مثل سینما سه‌بعدی بود. مثل سینما سه‌بعدی بود، چند بعدی حتی بیشتر از. آره سینما که نیستش، اون مرکزه توی لاس وگاس یا توی دبی یه ذره شبیه اون بود. گشتیم و خرید کردیم و یه برندی بود توی اروپا خیلی معروفه، الان اصلا ذهنم پاک می‌شده. الان از ذهنت کلا نیستش.
از اونجا یه سری سعی کردیم خرید بکنیم که اقتصادی تر باشه. خب اسپانسرمون نیست ما. آره اسمشو نمیتونیم بگیم. نه ولی جدی اصلا تو ذهنم نیست الان اسمش. چیزا یادته؟ سیب زمینی بلژیکی‌ها رو. آره همینو دقیقاً می‌خواستم بگم، سیب زمینی بلژیکی‌ها رو. راجع به غذا صحبت کردیم، بعد اوبر زنگ می‌زنیم غذا. آره فقط یک شبه. این سیب زمینی بلژیکی‌ها که الان تو ایرانم خیلی هست اون موقع نبود و من یادم اونجا اولین بار خوردم توی هلند و گفتم که چه باحال. و جالبه که وقتی که برگشتیم اومدیم ایران دیدیم که اولیشو تو کجا دیدیم؟ تو همون خیابون پالیزی دیدیم. آره دقیقا. یه تجربه خیلی جذاب بود از آمستردام دوچرخه سواریش، یعنی گشت و گذار توی این شهر آمستردام، تو میدونا، این که تو باید مثلا وای میستادی، چراغ قرمز داشتن برای دوچرخه، چراغ سبز داشتن، بعد راهنما زدنش اینجوری بود اگه اینوری می‌خواستی بری، اگه اینوری می‌خواستی بری بعد این راهنما رو می‌زدی. اگه مثلا مستقیم می‌خواستی بریم دو طرف بال می‌زدی. و خیلی جذاب بود. بعد اینکه خب ما خیلی بلد نبودیم دیگه، یه جایی بعد اون دوستمون هم خب سر کار میرفت، ما خودمون با این دوچرخه ها میرفتیم میگشتیم، نمیتونستیم مثلا مپو نگه داریم دستمون دوچرخه سواری هم بکنیم، خیلی مثلا حواس جمعی میخواد چون انقدر دوچرخه زیاده که تو باید مثلا دو دستی این فرمون رو بگیری دیگه. مازیار انداخته بودم جلو، مپ حافظه تصویریش خیلی خوبه، مپ من بود. آره رو اسم مشکل دارم ولی رو آدرس اوکی ام. تاریخ تولدم. میخوای پارکینگو بگی؟ پارکینگ تو آمستردام پارکینگ عمومی رفتیم دوچرخه رو پارک کنیم. خب یاد نیست؟ تقریبا 5 طبقه در وسعت بگم نصف زمین فوتبال. تا چشم کار میکرد دوچرخه. که گفتیم که نگفتیم. چرا بود؟ تو اومدی بگی من گفتم پارکینگ خونه. مدرن بود، یعنی چی میگن کامپیوتری بود. تو کارت مثل کارت مترو مثلا کارت میزدی وارد میشدی و دوچرخه تو پارک میکردی، خوش قفل میشد، دوباره میمدی بیرون کارت میزدی دوباره میرفت تحویل میگرفت. واسه اون تایمی هم که دوچرخه اونجا بود خب باید هزینه پرداخت میکردی. لذت بردیم از هلند. فلان چیزی میخوای بگی؟ خیلی جذاب بود و من به شهر رویاهام رسیده بودم و کلی کیف کردم. هنوزم که هنوزه واقعا اگر فرصتی باشه و دوباره بخوام اروپا برم، آمستردام جزو شهرهایی که با دل و جون دوست دارم دوباره ببینمش. بله. و چون ما بلیتمون رو پاریس گرفته بودیم باید برمیگشتیم به سمت پاریس و آمستردام رو با اتوبوس به سمت پاریس ترک کردیم که اینجا یه خفت شدیم. آره چمدونامون رو گرفتن و گفتن چه خبره؟ زیاد تازه ما کلی تازه بار خالی کرده بودیم ولی خب به همون بار بهش اضافه کرده بودیم. دقیقاً. یه جریمه کردن ما رو، گفتن که کلا اروپا من نمیفهمم دست به جریمه شون خیلی خوبه. اومدیم رسیدیم پاریس و دوباره صبح بود رسیدیم، یادم دوباره موزل دستشویی داشتیم کلا. ولی این پلیتیک اینجا جواب داد. آره این پلیتیکی جواب داد. رفتیم نشستیم و دیگه من رفتم قهوه فروشی بودن، یه دونه کافی شاپ بود، یه کافه بود و اونجا نشستم من. یه سپیده رفت از چی اومد و یه مطمئن شدم که اومد، اونجا گفتیم نمیخوایم با شدیم و اونجا استفاده اون در اومد. انتقام اون پلیس رو از اون کافه گرفتیم. آره و رفتیم سوار پرواز شدیم به سمت استانبول. آره به سمت شهر غذاها رفتیم استانبول و پرواز بعدیمون که خب از استانبول به تهران بود، یادمه که فرداش گرفته بودیم که یه نصف روز استانبول بگردیم، مگه میشه تا اونجا برید دیگه استانبول نری. یادم رفتیم یه اسکندر کباب خوردیم، یه دونه کنافه خوردیم توی پاساژ جواهر. خواهیم کنم صدایی که اگه میشنوید اضافه از صدای معده منه. من قصبات این گوشتم شده. الان زنگ بزن. صدف خوردیم. نمیدونم کیا دوست دارن صدف های استانبولو ولی من عاشقشم. مثل چیز میمونه، مثل کوفته هم نیست دونه. و غذای دیگه که خیلی من تو استانبول دوست دارم چی کوفته است. خیلی خوشمزه است. بعضی خیلی دوست ندارم. میشه دیگه راجبه، چون من چی گفته خط قرمز. حالا سرچ بکنید نگاه کنید دستورش، خیلی غذای باحال خوشمزه‌ایه و همون وقتی خرید می‌کردیم با کاهو و جعفری و سس انار میخورنش، خیلی خوشمزه. کلا گیاهیه، اونایی که گیاه خورن
جزء چیزایی که میتونید خیلی هم مقویه و خود چیزی که خیلی جذاب میتونه استفاده بکنید و متفاوته. و جالبه که من اینو یه دفعه رفتم استانبول خریدم و آوردم ایران نشستم. آره برای ادامه دادن اون لذته بردیم ایران و چند چسبید خوردیم. بچه‌ها خانواده خوردن خوششون نیومد ولی ما خوشمون اومده بود. و چیزی مثلا شما خرید می‌کنی ازشون معمولا اینجوری که یه اشانتیون نه مثلا یه چی میگن یه تیست بهت میدن که داشته باشی تو کاهو میریزه. آره اینجوری یه لقمه میگیره تو کاهو بهت میده. اون لقمه هم خیلی مزه میده چون اونجایی و بوش میاد و اینا اصلا میشه دیگه این بحثا. آره بعدا تو میخوام یادم اومد که اولین بار چی شد که اصلا با این مقوله چی کوفته آشنا شدیم. حالا بعدا توی داستانای دیگه تعریفش میکنیم. برای جمع‌بندی خود مقایسه بکنیم اینا رو با هم دیگه. راجع به غذاهاشون و شرایطشون بگیم. میخوای تو اول بگو بعد من بگم. برای من پاریس برای نهایتاً 1-2 بار دیدن کافی بود. اون قدری که فکر میکردم دوستش نداشتم. نه غذاهاشو دوست داشتم نه شهرشو دوست داشتم، فقط ایفلشو دوست داشتم و فقط اون فضای توریستیشو دوست داشتم، شانزلیزه. ولی حتما چون من اون تایم نتونستم برم توی لوور رو ببینم، خیلی شلوغ بود. اگه برم یه بار دیگه حتما دوست دارم برم توی لوور رو ببینم. لوور. آره. سوئیس و زوریخ بسیار کشور پیشرفته و شهر پیشرفته‌ایه بسیار با احترام. آره اصلا مردم خیلی با احترام با آدم برخورد میکنن، برعکس همون پاریس. مورد علاقم نیست برای دوباره دیدن. آلمانو چون دوست دارم، عزیزای دلم اونجان، حتما دوباره دوست دارم برم ببینم. و غذاهاشون هم کلا اروپا غذاهاشون اونجوری واو نیست، خیلی خوشمزه نیست. باز مثلا واو ترجمه‌اش چیه؟ خیلی مثلا خوشمزه. ولی سوئیس و سوئد باز غذای خوشمزه تری دارن. اما آمستردام حتما میرم، دلم میخواد. اون فضای دوچرخه سواری کردن توی شهر که هر صبح مثلا آدم‌ها با دوچرخه میرن سر کار، بعد با دوچرخه میرن مهمونی، با دوچرخه میرن کلاب، اصلا خیلی عجیبه. و اتمسفر شهر خیلی اتمسفر قشنگیه. یه انگار یه روستای دوست داشتنی مدرنه. حالا چیزی که من بهش اضافه بکنم اینه که فرانسه رو آراسبیده واقعا میگه مثل اصفهان پر جای دیدنیه و با مقوله صف توی اروپا شما اولین بار میتونید تو فرانسه آشنا بشی که مثلا برای برند خیلی گرون مردم تو صف وای میستن. پاریس بیشتر اینطوریه. تو همون شانزلیزه شما مغازه‌های برند زیادی رو میبینین که مردم روی صف هستن. و جالبه تو صف هم ازشون پذیرایی خاص میکنن. محرم مثلا شربت میارن، لاکچریه. واقعا فرانسه واقعا ارزش دیدن داره. شهر عاشقاست. ببین اونجا خوش بگذرونی، یه ذره هنری باشی، یه ذره عاشقانه باشی و بهت خوش میگذره اونجا. من حتما پیشنهاد میکنم برید ببینید. غذا فوق‌العاده، طبیعت فوق‌العاده، مردم عالی، حمل و نقل همه چی خوب. واقعا جذاب بود، واقعا جذاب بود. و گرون. برای خودشون نه شاید اونقدر، ولی برای ما قطعا گرون. برای ما که حالا از این میگه خیلی گرون. برای خیلی از اروپاییام که میرن سوئیس، البته سوئیس با هم هتلی که بودیم الان گفتی یادم اومد یه آلمان یه دختر پسر آلمانی اومده بودن. آره دیگه تو اون تایم دوست شده بودیم باهاشون. صحبت می‌کردیم میگفتش که سوئیس گرونه. میگفت سوئیس گرونه، زوریخ از همشون گرونتر. برام جای تعجب بود که اینا میگن به اینجا گرون. برای ما ببین چیه. آلمان کشوریه که به نظر میاد نزدیک ترکیه است، چون فکر کنم آدم ترک هم زیادن. این سر اونجوری شده. غذا خوبه، آدما خوبن، ولی همه سرش کار خودشونه. خیلی هم زیاد کاری ندارن. و هلند هم ادغام عشق و حال و کار و تفریح و سلامت و طبیعت و فرهنگ عجیب غریب. یعنی سبیل واقعا داشت من با اون حال رفتیم یه کلاب، بزرگترین کلاب شهر آمستردام. چقدرم خوش گذشت و من داغون بودم. و شما تو کوچه خیابون مردم میدیدین که سیگار، شهر زندگیه، خیلی ساعت 3 نصف شب مردم تو خیابون خودشون میچرخن. اتفاقا همین امروز که داریم ضبط میکنیم یا دیروز روز ملی شاهشون بود، کینگ، و ملت نارنجی میپوشن میرن تو کوچه خیابون خوشحالی میکنن. میگم مثلا تیمشون رفته جام جهانی.
کلا خوشحالن. مردم خوشحالین و واقعا جز جایی که بهتون خوش میگذره، واقعا خوش میده، مخصوصا که دستشنی باشید. توکی هم که واقعا شهر، یعنی استانبول شهر غذا و غذاش خیلی میچسبه، عالیه هم. و ما این شد که با $1300 5 تا کشور رو 1100 یورو 5 تا کشور گشتیم. میدونی حسن ختام ته اپیزود بخوام بگم، اپیزود طولانی هم داشتیم، صفحه 5 تا کشور رفتیم. آره خیلیشو نگفتیم. آره این مدل مسافرت رفتن یه ذره باید چشاتو ببندی دیگه، چشاتو ببندی رو اتفاقایی که میفته. چشاتو رو چی ببندی؟ مثلا قرار نیست لاکچری باشه. آره. همه چی قرار نیست همه چی لاکچری باشه، قرار نیست همه چی مثلا در بهترین شرایط باشه و سعی کنی حال کنی و اتفاقات پیش بینی نشده ای برات میفته. ببین سفر پر از لحظات پیش بینی نشده ایه. میگم با اون مریضی که مازیار داشت، اون جریمه هایی که ما شدیم و فلان و اینا، سعی کنیم 15 روز حال کنیم دیگه. اتفاقاتی بیفته که بعداً بتونیم اینجا بشینیم این همه روز صحبت از یه بخشش. آره بخشش رو صحبت بکنیم. این اپیزود راجع به سفر اول ما به اروپا بود. اپیزود بعدی راجع به سفر دوممون به اروپا که یه سری کشورهای دیگر رو گشتیم باهاتون صحبت میکنیم و تهش میخوایم یه جنبندی بکنیم اروپا و آمریکا رو با هم دیگه، چیزی که شما ازمون خواسته بودین. و بگم بگو حتما. من ترجیح میدم، یعنی شخصا، کوچه پس کوچه های کشورهای دیگر رو ببینم، آدمای عادی رو ببینم. و همین گفتم که اصلا میرفتم فکر میکردم به این که آدما اینجا چجوری ما رو نگاه میکنن، چجوری زندگی میکنن، چجوری فکر میکنن، چجوری دارن اینجا لذت میبرن از زندگیشون، عمرشون چجوری سپری میکنن. و واقعا اونو ترجیح میدم که تو اتوبوس، توی مترو، توی کوچه پیاده، ما پیش من روزی 20-25 کیلومتر راه میرفتیم و چقدر کیف میداد، چقدر لذت بخش بود. و همه این تجربه ها به نظرم انقدر ارزشمنده که نمیارزه به اینکه تو بخوای یه ماشین رنت بکنی، سوارش بشی، بخوای درسته که راحت تر هستی، میتونی جای بیشتری ببینی، ولی به نظرم تو اگه باز یک جایی رو عمقاً ببینی بهتر از سطحی دیدن. باز ما 5 کشور رفتیم نسبتاً سطحی بود، چون فقط تاچ می‌کردیم میرفتیم، نگاه می‌کردیم میرفتیم. مثلا پاریس باید 2 روز نیست، پاریس تو باید بری 2 هفته بگردی. واقعا. آمستردام واقعا یه روزه جمع نمیشه، 2 روزه جمع نمیشه. صبح بری توی کافه بشینی، قهوه بخوری با این کروسانا. وای حالا دیگه آره ما گشنمون راجع به غذا فقط داریم صحبت می‌کنیم. اگه تجربه دارین راجع به این مدل سفر رفتن، حالا چه ایران چه خارج هر جا که هست، و بگین که کدوم بخش، حتما برام بنویسین و بگین بهمون که کدوم بخش این اپیزود و کدوم کشور رو شما بیشتر دوست داشتین و کجا رو دوست دارین بریم ببینین. اگه شما جایی رفتین که ارزون بوده بگید بچه‌ها استفاده بکنن، حتما برن. تو تمام فضای مجازی اسم ما سمپاتیک یا دسمپاتیک هستش. خوشحال میشیم که برامون کامنت بذارین، چون کامنت و این سابسکرایب کردنمون تو اینستاگرام و ببخشید تو یوتیوب خیلی بهمون کمک میکنه، بهمون روحیه میده که ادامهش بدیم، چون باعث میشه که متوجه بشیم که مردم دارن ما نگاه میکنن و خوشتون میادش. اگه موقع نظر منفی دارین دیسلایک اینجا هست، میتونین بزنین پایینش هم بنویسین که کامنتتون رو برام بذارین، پیشنهاداتون رو بگین، نظرتون رو بگین. مثل همیشه میدونین که دوستتون داریم، مراقب خودتون باشین. فعلا دمتون گرم.